سلام بر شما دوستان عزیز. من مهرش هستم از منچستر انگلستان. امیدوارم که ساعت خوبی رو در حال سپری کردن باشید. دوستان عزیز، من دیروز یه ویدئویی برای شما گذاشتم در مورد اینکه چرا دوره آزمایشی و چرا $149. در اون ویدیو من سعی کردم خیلی به سرعت براتون صحبت کنم و دلایل رو توضیح بدم در طی 3 دقیقه که البته شد 2 دقیقه و 57 ثانیه. اما امروز به شیوه دیگه میخوام همون مطالب رو بگم، شاید به صورت بولت پوینت یا نکته‌ای و خیلی کوتاه‌تر. از شما خواهشی که دارم اینه که این 2 ویدیو رو با هم مقایسه کنید و بعد در کامنت ها یا در پیام خصوصی هر جوری که شما راحت‌تر هستین لطفاً به من بگین کدوم مدل رو بیشتر دوست دارید. خیلی ممنون از شما. خب بریم. خب چرا دوره آزمایشی یا $149؟ دلیل اول اینه که شرکت وقتی از شما میخواد که شما کردیت کارت بذارین، به این طریق میفهمه که شما یک فرد حقیقی هستین، شما فرد معتبری هستین و علاقمند به تحقیق در مورد بیزینس. دوم اینکه شما یک وبینار 90 دقیقه انگلیسی و فارسی دریافت میکنید که کلی اطلاعات اینجا به دست شما میاد. سوم اینکه شما وارد گروه 220,000 نفری، در واقع یک پیج خصوصی فیسبوک که 220,000 نفر هستن، البته بیش از، عضو میشید و در اونجا افراد حقیقی رو میبینید که در مورد زندگی خصوصیشون، در مورد پیشرفتاشون صحبت کردن و حتی درآمدهاشون رو گاهن به نمایش گذاشتن. چهارم، شما یک کوچینگ کال دریافت میکنید، یعنی با یک کوچ که یک فرد بسیار متبحر هست صحبت میکنید و اون با توجه به شرایط وضعیت شما به شما کمک میکنه که بیزینس پلنتون چطوری باشه و چطوری سرمایه گذاری کنید. پنجم اینه که شما مستقیم با خود شرکت میتونید در تماس باشید، تمام محصولات رو میبینید، در مورد جزئیات محصولات اطلاع پیدا میکنید و اینکه محصولات مربوط سلامتی هستن و های تیکت. و در نهایت خود شما هستین که تصمیم میگیرین. 30 روز وقت دارین تصمیم میگیرید که آیا دوست دارین به ما ملحق بشین، به این گروه جوین بشین یا نه. بدون که دلیل از شما خواسته بشه شما میگین، شما ممکن بخواید نه، پولتون رو پس بگیرید. 30 روز فرصت دارین تصمیم خودتون رو بگیرید. پاینده باشید.